اشتباهاتی که من به عنوان یک ادمین اینستاگرام انجام دادم. اولین اشتباهم این بود که اومدم چند تا پروژه جدید رو با هم گرفتم که این کار به شدت کیفیت کار شما رو میاره پایین و کمیت رو میبره بالا که خب برای رزومه شما اصلا خوب نیست. برای همین حداکثر پروژه‌ای که الان میگیرم 2 تاست. SOP نداشتم. دومین اشتباه من این بودش. یعنی چی؟ یعنی این که وقتی شخصی قرار بود وارد تیم من بشه، من میومدم هر بار توضیحاتی که نیاز بود بهشون میدادم که خب کلی وقت از من میگرفت. برای همین اومدم یه ویدیو تهیه کردم که تمام توضیحات لازم که هر فردی قرار وارد تیم من بشه بدونه رو تو اون ویدیو گذاشتم. پس دیگه نه وقت من تلف میشه، نه که بخوام توضیحات اضافه رو بهشون بدم. مهمترین اشتباهی که باعث شد من خیلی جاها عقب بمونم نداشتن برنامه‌ریزی بود. اصلا آدم برنامه‌ریزی من نیستم، ولی خب توی کار ما نیازه که حتما برنامه‌ریزی و تقویم محتوایی داشته باشیم.